سلام، من فاطمه هستم، مربی مجموعه نیلا. امروز میخوام با هم دیگه یه ورزش صبحگاهی داشته باشیم که من ترجیح میدم که امروز با هم دیگه یه ذره شکم و هوازی کار کنیم که بتونیم روز رفرشری رو با هم دیگه داشته باشیم. خب میریم برای اینکه شروع کنیم. اول گرم کردن و دستا باز درجا میزنم، خیلی آروم یه ذره دستامو میچرخونم، پاهام درجا، برعکس. حالا دستام به هم میرسونم، باز میکنم، از بغل، عوض، حالا میچرخونم که برعکس، عوض، برعکس، خب یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، 10. خب کافیه. میریم برای اینکه یه پروانه هم بزنیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. کسایی که مبتدی هستن و زانو درد یا کمر درد دارن، حرکت‌های پرشی رو به صورت آروم بزنن، نیازی نیست بپرن. مثلا تو پروانه 1، 2، 3، 4، 5 و همینطور به این سمت 1، 2، 3، 4، 5. خب یه ذره کمرمون هم گرم کنیم. صاف میام پایین، میام بالا، پایین، بالا، 2 تا، پایین، بالا، 3 تا، پایین، بالا، 4 تا، پایین، بالا، 5 تا، پایین، بالا، 6 تا، پایین، بالا، 7 تا، پایین، بالا، 8 تا. خب حالا میریم برای چرخشی کمر. 1، 2، یه حالت نیم دایره. 3، 4. بچه ها پشتتون گرد نیست. خب صافه، فقط یه ذره متمایل میشن به این ور، بعد این ور. خب کافیه. یه ذره دست و پای مخالفتون رو به هم نزدیک کنید. آفرین. پای بعدی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. اینجا هم همینطور. کسایی که باز کمر درد یا زانو درد دارن فقط آروم نزدیک میکنن و دور میکنن. دوباره دیگه اون جامپی که من داشتم و ندارم. خب میریم که شروع کنیم. چند تا حرکت شکم و هوازی میمونه. خب به پشت میخوابیم. خب حالا پاهامو میارم بالا 90 درجه، پنجه پاها سمت خودم،
سعی میکنم دستم برسونم به پاشنه پام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همینو میچرخم، دست کاملا زیر سرشونه، بدن توی خط صاف، حالت پلانک میگیرم، پاهامو میارم تو شکمم دونه دونه. اگر تونستم تند تند، اگر نتونستم آروم آروم. 10 تا. خب دوباره میچرخم، استراحت میکنم و بعد دوباره از اول. 1 2 3 4 5 6 7. بچه توی این حرکت با شکمتون بلند شین و شونه هاتون، گردنم و عقب جلو نمی کنم. 9 10. دوباره بلند میشم، میچرخم، دست زیر سرشونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینم بگم که اینجا کمرتون رو اینجوری گود نمی کنید، خیلی هم نمیدیم بالا، همه بدن توی راستای. دستم عقب تر نیست، جلوتر هم نیست، کامل زیر سرشونم. خب شد 2 ست. میریم برای ست سوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره بلند میشم، میچرخم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب 3 ست شد. حرکت بعدی که میخوایم با هم دیگه بزنیم، کاملا میخوابیم، پاهاتون صافه، پنجه ها رو به خودتونه و کاملا دراز نشست بلند میشین. اونایی که مبتدی ترن میتونن پاهاشون رو خم کنن. دستم صاف میکشم بالای سرم. 1 2 3 4. باز سعی میکنم که کاملا با شکمم بلند شم. 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. خب حالا وای میسم، رو کف دستم این چوار میرم جلو. 1 2. اینجا کمرم اینجوری گود نمی کنم توی خط. 2 3 4 6 7. آروم. 8 9 10. خب شد یه ست. میریم برای استراحت. اگر میخواین آب بخورین آب بخورین، یه ذره نفس بکشین و بعد دوباره 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. خب دوباره رو کف دستم میرم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و آخریش 10. خب 2 ست کافیه. میریم برای حرکت بعدی. اگر میخواین به این آب بخورین استراحت کنین و بعد دوباره دست کنار گوش، سرم جلو هل نمیدم. 1 2 چرخه میزنم ولی با مکس. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب بلند میشم، میچرخم. خب 30 ثانیه پلانک نگه میدارم. توی پلانک خودم رو گرد نمی کنم بالا، کمرم هم اینجوری نمیندازم. همه بدن توی راستا، دست کاملا زیر سرشونم. شکم کیف، دهن بازدم. خب کافیه. اگر تونستین میتونین بیشتر نگه دارین. استراحت میکنم و بعد میرم برای ست دومم. دوباره پاها بالا، دست کنار گوش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کافیه. دوباره میچرخم، پلانک نگه میدارم، بدن توی خط. 30 ثانیه. عضلات شکمتو ست کن. دم، بازدم. کافیه. خب بچه ها اینم از تمرین امروزمون. میریم برای اینکه سرد کنیم. حالا اگه شما بخواین بر حسب تواناییتون میتونین همه این ستا رو بیشتر یا کمتر بزنید. خب کاملا دراز بکش، دستاتو از بالا بکش، پاهاتو از پایین، دم بازدم. یه پاتو بگیر تو شکمه، نگه دار. پای بعدی. این پا کم، پا روی این پا. کشی سمت خودت، نگه میداری. کمرت کامل به زمین فشار میدی. بعد پای بعدی. خب بلند میشی، میری رو پنجه پا، بدنتو میکشی،
خب یه پا داخل، یه پا به خارج، میرم رو پایی که بیرونه. پای بعدی. کف پاهاتو به هم میچسبونی، میای جلو، نگه میداری. خب بلند شی، یه پا به بیرون، یه پا به داخل. میرم جلو تا جایی که میتونم، آزاد و ریلکس. پای بعدی. دستامو از بالا میکشم، دم بازدم به پهلو، قشنگ پهلومو کشش میدم، دست بعد. دست چپ، دست راستم رو میکشم. خب بچه‌ها، امیدوارم که تمرینمون رو دوست داشته باشین و خسته نباشین و روز پر انرژی رو داشته باشین. میبینمتون انشالله تو ویدیوی بعدی.